اومدن گفتن که آقا این چمن آزادی علت خرابیش اینه که اومدن برای اینکه صرفه‌جویی کنن توی آبیاریش، اومدن از دریاچه قایقرانی، دریاچه قایقرانی آزادی گفتن اینجا آب برداریم بریزیم اینجا که این صرفه‌جویی کنیم توی آبیاریش. حالا این آب رو از دریاچه قایقرانی برداشتن ریختن اینجا. چمن آزادی متاسفانه به خاطر اینکه این آب کثیف بوده، پیف پیف بو میداده، باکتری و قارچ و اینا زده و این خراب شده. حالا برای اینکه تعمیر بشه 60 میلیارد تومان هزینه تعمیر چمن آزادی، 6 ماه بعد تعطیل شه کلا که چمن از اول میکنه. اوکی. حالا به نظر میاد اینجا جریان تمومه، ولی این شکلی نیست. ببینید چمن آزادی رو آبیاری کردن، تموم شده، داغونش کردن. دریاچه قایقرانی رو آبش کشیدن، سطح آب دریاچه قایقرانی اومده پایین. قایق‌های تیم ملی قایقرانی به گل نشسته. اوکی. و اینم باز یه هزینه‌ای داره برای اینکه اینو جبران کنن. خب 40 میلیارد تومان هم هزینه اینه. بعد گفتن خب ما 40 میلیارد که نمیدیم هیچ وقت، چنین پولی ما اصلا نداریم. اومدن از دریاچه چیتگر آب کشیدن بردن گذاشتن تو دریاچه قایقرانی که اختلاف سطح رو جبران کنن. خب اینم پشه داشته و حشره داشته، اینم پر شده از حشرات یک روزه و اینا، داغون شده. دریاچه قایقرانی هم داغون شده. 40 میلیارد رو بعد بدن 60 تا 40 تا 100 میلیارد تا حالا هزینه. آب اینو کشیدن، آب اینم کم شده سطحش. ماهیای این مردن، ماهیا مردن، بو گرفتن. پرنده هایی که اینجا بودن، این پرنده ها مردن. پرنده مرده، ماهی مرده، سطح آب دریاچه پایین. نمیتونن اصلا برآورد کنن که آقا این دیگه چقدر هزینه داره که اینو درست کنیم. یعنی یه 100 تا اینجا 100 میلیارد، اینم نمیدونیم چقدره. 50 تا 100 تا 200 تا مشخص نیست. همه اینها برای چی؟ برای اینکه 500 میلیون تومان صرفه‌جویی کنن توی آبیاری اینجا. مدیریت اینه.